خداوند میفرماید ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم. خدا میگوید که ای امتان محمد صلی الله علیه و سلم، من برای شما قرآن فرستادم که همه احکام او، چه از عقاید باشد چه از مشکلات باشد، همه او را به علم خودم میدانم و تفصیلا و یقینا برای شما از دین تان بیان کردم. ببینید که پیغمبر چی میگوید: برای خواننده قرآن بر هر یک حرف قرآن 10 ثواب است. سوال کردند و رسول الله جواب داد و گفت نمیگویم که الف لام میم حرفون، بل الف حرفون و لام حرفون و میم حرفون. انسانی که فقط الف لام میم میگوید الله 30 ثواب برای او میدهد. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. همچنانه که در صحبت پیشین برای شما وعده داده بودم که چند صحبت در اطراف قرآن کریم، کتاب و شریعتی که باقی همه قوانین الهی را بیکار کرد و یگانه قانونی که تا روزی که این عالم وجود دارد باقی میماند صحبت میکنم. اینک صحبت دوم خود را اطراف فضیلت قرآن کریم و فضیلت این کتابی که سراسر انسانیت را به هدایت کشید و سراسر عدالت را در کره زمین پیاده کرد صحبت میکنم. الله جل شأنه در سوره اعراف آیه 52 میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظیم. ناگفته نماند که اصحاب پیغمبر گرامی قدر صلی الله علیه و سلم با وفات پیغمبر و با قطع شدن این وحی از بالای آسمان ها ناراحت می شدند. از ایمن رضی الله عنها که یکی از زنهای بود که در زمان حیات بودنش پیامبر او را نهایت زیاد خبرگیری می رفت، بعد از وفات پیامبر گرامی قدر صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر و عمر اقتدا به پیغمبر گرامی قدر به خاطر این که روح روان پیامبر شاد بگردد بر عیادت این زنی مسلمان رفتند. هنگامی که ابوبکر و عمر را دید از چشمانش آب میریخت و گریه میکرد. حضرتا گفتند: ما یبکیک یا ام ایمن اتعلمین انما عند رسول الله انما عند الله خیر لرسوله. ای ام ایمن، تو چرا گریه میکنی؟ حالا آنکه آن چیزی که خدا بر پیامبرش نصیب کرد در عالمی قبر و در عالمی برزخ بهتر است برای پیامبر از اونه که در این دنیا بود. حضرت میگریست. ببینید که یک زنی مسلمان همت داشت که امروز مردان مسلمان اون همت نداشتند. حضرت گفت من به اون خاطر نمیگیریم که پیغمبر از بین ما و شما رفته است، بلکه به این خاطر میگیریم که اون وحی، اون قرآنی که خدا از بالای آسمان ها نازل میکرد به وفات پیغمبر خلاص شد. به وفات پیامبر
این وحی از بالای آسمان ها خلاص شد. در زمان رسول اکرم هر مشکلی که می آمد مردم رجوع به قرآن می کردند و همه مشکلات خود را از قرآن به آسانی حل می کردند و همه چیزی که در حیات اونها می آمد اگر در قرآن یافت نمی شد، خداوند متعال برای اون حادثه و اون مشکلات قرآن نازل می کرد که تا قیامت او تلاوت می شد. بر همین خاطر ای ابو بکر و عمر من می گریم، خواستم که درباره فضل قرآن که امروز زیاد از مسلمان ها شعور او را فراموش کرده اند صحبت نمایم. خداوند می فرماید ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم. خدا می گوید که ای امتان محمد صلی الله علیه و سلم، من برای شما قرآن فرستادم که همه احکام او، چه از عقاید باشد چه از مشکلات باشد، همه او را به علم خودم میدانم و تفصیلا و یقینا برای شما از دین تان بیان کردم. هدی و رحمه، این دو کلمه زیبایی که در صفت قرآن در بسیار آیه های مبارکه ذکر می شود عجایب معنای زیبایی دارد که خدا می گوید که این قرآن هدایت است و در حقیقت این قرآن انسانهایی که به این چنگ میزنند و بر همین قرآن پروردگار عمل میکنند، الله راه راست و راه جنت و راه محمدی را برای آنها بر همین قرآن نشان میدهد. و رحمتا لقوم یؤمنون، خدا در دوام همین آیت میگوید که همین قرآن رحمت است. بله رحمت است که چند میزدگی بر این قرآن از عذاب پروردگار در امین هست و چند میزدگی بر این قرآن از عذاب دوزخ خلاصی مییابد. بلکه رحمت است که عمل کننده های این قرآن در جنات الهی با همراهی پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحین یک جا در نعمتی بیچون و چرای الله جل شأنه استفاده میبرند. از حضرت عثمان رضی الله عنه خلیفه سیوم پیامبر گرامی قدر صلی الله علیه و سلم حدیث روایت شده است که می فرماید که پیامبر گرامی فرمودند خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شما ای جوانان مسلمان، بهترین شما ای امتان محمد، بهترین شما ای فرزندان تاجیک کسانی هستید که این قرآن را تعلیم میگیرید. چی قرائتی درست این قرآن باشد، چی فهم این قرآن باشد، چی تفسیر این قرآن باشد، چی هر علمی که در این قرآن وجود داشته باشد، بهترین شما کسی است که این را تعلیم میگیرد و بر دیگران تعلیم میدهد. ببینید که یگانه قرآن و یگانه کتاب و یگانه شریعتی هست که الله جل شأنه به خواندن و تدبر او، به فهم او انسان را از بهترین مخلوقات الهی میکند، خود انمی قرآن است. حضرت عمر رضی الله عنه می فرماید ان الله یرفع بهذا القرآن اقواما و یضع به آخرین. حضرت میگوید که این قرآن کتابی هست که بعضی از انسانها را خدای بزرگ به همین قرآن منزلت شانه، آبروشانه در این دنیا و در آخرت بالا میکند و قسمی از انسانهایی هستند که خدا در همین دنیا به عمل نکردنشان به قرآن پاک و بر جنگ کردنشان به ضد قرآن پاک و بر دشمنیشان به آیه های قرآن پاک در این دنیا خاری و در آخرت عذاب دوزخ خدای بزرگ
برای اونها نصیب میکند. از ابو امامه رضی الله عنه روایت است که میگوید از پیغمبر گرامی قدر صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمود اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لاصحابه. این قرآن را زیاد بخوانید، زیرا من از پیغمبر شنیدم که فرمود که قرآن را بخوانید، زیرا همین قرآن روز قیامت شفاعتگر تو در قیامت هست. همین قرآن سبب می شود که نمی گذارد تو را که بر آتش دوزخ بروی. در بعض روایات آمده است که همین قرآن صاحب خود را می پیچاند، پیش خدا شکایت می کند یا الله همین انسان خواننده من در دنیا بود، من نمی گذارم که این را بر دوزخ بری. یا الله شفاعت من در حق همین امت پیامبر قبول بگردان و خداوند شفاعت قرآن را در حق او قبول میگرداند و داخل جنت می شود. از حضرت عقبه ابن عامر رضی الله عنه روایت است که می فرماید خرج رسول الله صلی الله علیه و سلم و نحن فی الصفه. روز پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم بیرون شد و دید که اصحاب او بالای صفه که بیرون از مسجد بود نشستند. فقال ایکم یحب ان یغدو کل یوم الى بطحان او الى العقیق فیأتی منه بناقتین کوماوین. پیغمبر گفت که کسی از شما کدامی از شما دوست می دارد که هر روز هر صبح بروه به سوی بطحان که یک منطقه در مدینه بود یا عقیق که یک منطقه در مدینه بود که در اونجا زیاد بازار شتر فروشی بود، میگوید کدام شما دوست می دارد که به منطقه عقیق بروه یا بطحان بروه، از اونجا یک شتر بگیره بیایه فی غیر اثم ولا قطیعت رحم، که بے گناه و بے ترک کردن خیش و تباری، مقصد که به امور شریعت همو را کسب کنه و بیایه. حضرتا گفتند نحب ذلك یا رسول الله، همه ما این کار دوست می داریم. گو وقتی که این خیل باشد افلا یغدو احدکم الى المسجد فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب الله. اگر این خیل باشد پس یکی از شما صباحی بر مسجد بروه دو آیت از قرآن تعلیم بگیره یا دو آیت از قرآن بخوانه، مانندی کسی هست که ثوابش مانندی کسی است که گویا دو شتر از خود کرده است. اگر 3 آیت از خود کنه گویا 3 شتر از خود کرده است. اگر 4 آیت از خود کنه 4 آیت از خود کرده است. بندگان خداوند و امتانی محمد صلی الله علیه و سلم، اگر ما و شما میخواهیم که منزلت ما در پیش پروردگار بالا باشد، اگر ما و شما میخواهیم که صحبت پروردگار و صحبت پیامبر چه در قیامت درک کنیم، اگر ما و شما میخواهیم که منزلت ما در دنیا و آخرت بالا شود، اگر ما و شما میخواهیم که الله جل شأنه زیری پرچم صالحین حشر مان کند، پس چنگ به قرآن بزنیم، پس قرائت قرآن را زیاد کنیم. اگر آیت یا سوره از قرآن میدانیم، برای یک مهاجر، برای یک فرزند مسلمان، برای یک جوان مسلمان که آیه قرآن نمیداند او را تعلیم بدهیم. اصحاب پیامبر گرامی قدر صلی الله علیه و سلم به خاطر تعلیم این قرآن، به خاطر فهماندن این قرآن همه از مدینه بیرون شد. ببینید که در همین بقیع قبرستانی که در مدینه هست 8000 صحابه یا کمتر زیادتر اونجا خوابیده است. باقی اصحاب پیغمبر که زیاده از 120,000 بودن، همه اینها به خاطر دعوت این دین خداوند، به خاطر تعلیم این قرآن الهی از مدینه پیامبر بیرون شدند. انس ابن مالک بیرون شد، ابو موسی اشعری بیرون شد و باقی همه اصحاب پیامبر بیرون شد
به خاطر این که این دین پروردگار عظیم و شان و این قرآن الهی و این کتابی که همه قوانین را بیکار کرد و قانون الهی را ثابت کرد، به خاطر تعلیم دادن این بیرون شدن تا که اسلام به ما و شما رسید. به خدایی که جان من در دست اوست، این اسلامی که از پدر و مادر ما و شما میراث آورده ایم بر طبق میوه پیش ما آمده است، بلکه به خون او صحابه های بزرگ، به دعوت اونها، به بیداری شب و روزی اونها و بر تعلیم قرآن اونها برای ما رسید. و این ایمانی که مردم ما و شما داده اند، قسم به خدای عظیم و شان، به او بیدارخوابی ها، بر او تعلیم دهنده ها، بر او خدمتی که آن جان فدایان محمد صلی الله علیه و سلم از اصحاب او کردن بر اون رسید. اگر شما میخواهید که فردا فرزندان شما صالح باشند، فردا نبیرگان شما صالح باشند، فردا در حق شما دعا کنند و شما در قبرستان ثواب اون برای شما برسد، ثواب قرآن اونها، ثواب عمل صالح اونها برای شما برسد، یگانه وظیفه که خدا و پیامبر پیش شما گذاشت این تعلیم قرآن است، این فهماندن قرآن است، این فهماندن سخنان درست قرآن است. متاسفانه بعضی از جوانها را میبینی که هنگامی که از آیه های مبارک در بعضی مسئله های مهمی داغرو صحبت میکنن، والله که حتی ترجمه قرآن را غلط میکنن، حتی فهم قرآن را غلط میرسانن، با وجود این ایراد مردم را میگیرن که اونها مثل اونها در این عملیات اشتراک نمیکنن. قسم بر خدا، از اونه که تو این کار را میکنی، قرآن را با فهم درست تعلیم بگی، بعد از آن به قرآن پاکی پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل کو برای تو به هست. ببینید که پیغمبر چی میگوید: برای خواننده قرآن بر هر یک حرف قرآن 10 ثواب است. سوال کردند و رسول الله جواب داد و گفت: نمیگویم که الف لام میم حرفون، بل الف حرفون و لام حرفون و میم حرفون. انسانی که فقط الف لام میم میگوید، الله 30 ثواب برای او میدهد. دعا کنیم که الله جل شأنه فهم قرآن را برای ما نصیب کند، غیرت اصحاب محمد را برای ما نصیب کند، تعلیم دادن قرآن را برای ملت خود و برای بیگانگان نصیب کند. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.